سلام دوستان عزیز، امروز میخوایم آموزش این بسراق‌های خوشمزه را برای شما ضبط کنیم. تا آخر این ویدیو حتما همراه از ما باشید تا آموزش کامل ای را برایتان بذاریم. Deixa uma charmocada mocad yo dici mai tu Deixa uma charmocada mocad yo dici mai tu سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتان خیلی عالی باشه. امروز ما قدمامان خوب میخوایم که بسراق جور کنیم. پس تا آخر ویدیو حتما همراه از ما باشید که اگر خواستید برای مراسم ها، مهمانی ها یا عید قربان که چند وقت دیگه هسته بسراق جور کنید، از روی این دستوری که ما در شما یاد میدیم جور کنید. و قبل از اینکه آموزش را شروع کنیم در شما بگیم که حتما چینل یوتیوب از ما را سابسکرایب کنید. اگر که از این آموزش خوش شما آمد حتما این پست را لایک کنید و نظرات خود را برای ما زیر بنویسید. سلام دوستان، امیدوارم حال شما خوب باشه. تا آخر این آموزش همراه از ما باشید. خود مرحله اول ما در آرد نیاز داریم. ما فردا صبح صلوات دعوتیم، میخوایم این بسراق که جور کردیم در اونجا ببریم و میخوایم زیاد شه. از اون خاطر ما 10 لیوان آرد استفاده کنیم. شما اگر کمتر خواستید میتونید این میزان را نصف کنید، مثلا 5 لیوان آرد استفاده کنید. آرد ما همیشه از آرد سفید استفاده کنیم. شما میتونید از آرد نانوایی هم استفاده کنید، ولی آرد سفید خیلی بهتره چون هم رنگ بسراقتان بهتر میشه، هم طعمش تاثیر میذاره دیگه، در کل بهتره. و توجه داشته باشید برای شیرینی هر وقت که شما میخواید از آرد استفاده کنید حتما قبلش علک کنید. ما الان 10 لیوان آرد را علک منم. از این لیوان ها استفاده منیم. شما از هر لیوانی که استفاده کردید دیگه از او به بعد شکر یا روغن که استفاده منید از همون لیوان استفاده کنید. یک لیوان کوچکتر یا بزرگتر نشه که اندازه هایتان به هم نخوره. خب اینم از آرد ما کم کم علک منم. پس یک لحظه آرامیش میگشتم پس یک لحظه آرامیش میگشتم یخن کنده هم میانی بازوهای تو یخن کنده هم میانی بازو. خب ما 10 لیوان آرد را علک کردیم. فعلا این را میذاریم کنار تا مواد دیگهش را آماده کنیم، بعد این را از اون مواد اضافه کنیم. برای 10 لیوان آرد ما نیاز داریم در 4 تا تخم مرغ. اگر که شما خواستید کمتر باشه 5 لیوان آرد بریزید باید 2 تا تخم مرغ بریزید. از ما چون زیاده 4 تا تخم مرغ ما استفاده کنیم. برای این میزان آرد یعنی 10 لیوان آرد ما 2 لیوان شکر نیاز داریم و اضافه کنیم. بازم اگر شیرینیش خواست زیادتر بوده که زیادتر میکنه. اگر خواستید که بسراقای شما شیرین تر شنه خب شکر بیشتر بریزید. اگر خواستید که شیرین نشنه خب شکر نریزید. این دیگه سلیقه خودتان است. و بعدش که این شکر با تخم مرغ را خوب هم میزنیم تا یک دست بشه. ما اینجا فیلم میگیرم چون میخوایم که این کلیپ در اینستاگرام هم بذاریم، از اون خاطر فیلم میگیرم. بعد ما نیاز داریم در شیر. ما این شیر را گذاشتیم روی اجاق گاز که کاملا داغ بشه که بفهمیم خراب هست یا نیست. این شیر سالم بوده و آدم ما استفاده کنیم.
میزان گرمایش هم باید حالت ولان باشه، نه سرد باشه نه گرم باشه. چقدر لازم داریم؟ 2 لیوان شیر نیاز داریم. برای روغن هم ما از روغن مایع استفاده کردیم. ما برای این میزان 1 لیوان روغن مایع استفاده مونیم و اضافه مونیم و بعد خوب با هم دیگه مخلوط مونیم. در این قسمت هم ما مایع خمیر اضافه مونیم. چقدر؟ 1 قاشق غذاخوری مایع خمیر اضافه مونیم. سرپور باشه. قسمت هم ما بیکینگ بود اضافه مونیم. چقدر مامان؟ 1 قاشق چایخوری. 1 قاشق چایخوری بیکینگ بود. و بعد ما وانیل اضافه مونیم. خیلی ها نمیدونن که داخل شیرینی برای چی وانیل استفاده میشه. وانیل برای اینه که او بوی بد تخم مرغ گرفته بشه. به خاطر از یه جو طعم دهنده دیگه. نصف قاشق چایخوری هم وانیل اضافه مونیم. زیاد نیازی نیست که اضافه بشه. 1 قاشق چایخوری هم نمک اضافه مونیم. و نصف قاشق چایخوری هم زردچوبه. برای چی اینجوری مونیم مامان؟ خاطر که درشتی هاشی تنشین شد. ما زردچوبه را با یکم آب مخلوط کردیم که درشتی های زردچوبه ته‌نشین شه، که وقتی بسراغ را جور کردیم و درشتی هاشی توی بافت خود بسراغ معلوم نشه. شما میتونید همینجوری هم اضافه کنید. خب مامان دستکشای خود دست گیره که خمیر جور کنه. خب برس بدن. ما خود مگه بلد نیم خمیر برس بدم، زورش هم ندارم که انجام بدم، اما کار مامانه دیگه. اشتغال چی کنو برسن؟ غدیدی کم من کم کم آرد را اضافه کرد، ولی فکر کنم این خمیر خیلی شل شده. حالا اگر نیاز بود ما یک کمی دیگه هم آرد اضافه کنیم. فعلا مامان رو برس بده که معلوم شونه که خمیر خوب هسته یا نه. ما 1 لیوان آرد دیگه ملک کنم. دوربین را جلوتر بیارم که خوب معلوم شونه ببینن خمیر چقدر باید باشه. ما یک لیوان کامل آرد اضافه کردیم. خوب برز میدیم که معلوم شونه این خمیر خوب است یا نه. بغل تو عطری گندم زارم داد، سلام زد سال قندیل بای تو، سلام زد سال قندیل بای تو. با این خمیر خوبه مامان؟ آره این اندازه شولیش خوب. باید این رقم باشه. ببینید دوستان این رقم که خمیر شما بود. پس ما از 11 لیوان آرد استفاده کردیم که این خمیر را دمو بده. الان این خمیر خوبه برای بسراغ، نه شل زیاد نه سفت. شمالک شیری 14 پال میخوان، بله بازو میرقصد قدم یای تو، بله بازو میرقصد قدم یای تو، بله بازو میرقصد قدم یای تو، بله بازو میرقصد قدم یای تو. در اینجا که ببینید مامان خمیر رو در 4 قسمت تقسیم مونه و بعد زوله مونه. بعضی زوله میگن، بعضی چی میگه در ایرانی؟ چونه. چونه.
خوب صاف و یک دست شد که ما بلد نیستم ما نبلده. باید چیکار کنیم؟ این سینی رو برای چی گذاشتیم مامان؟ که روی از فرش لیز نخریشه و همونطور که میبینید مامان اول خمیر را با دست خوب پهن کرد، دو طرفش آرد میزنیم که نچسبه و بعدش هم با وردنه کامل نازک کنیم. بقیه هم میگیرن چانه‌های کوچیک در میارن، بعد روی صافی اسمش روی صافی میزنن تر میندازن، ولی ما برای که راحت شونه بیچانه های بزرگ را میگیریم پهن. وقت کمتر میره. آره دیگه، هم راحت تر هم وقت کمتر میگیره. شما اگه خواستید این مدل جور کنید که وقت کمتر میگیره. او را هم که معمولا همه جور منه، البته ما خودمون بعضی وقتا هم جور نیم، اول چانه های کوچیک کنیم. بله بازو میں رقصت قدمای تو، بله بازو میں رقصت قدمای تو، بله بازو میں رقصت قدمای تو. ضخامت چی همه قدر کافیه. باز ما دوربین رو میارم جلو که شما خوب ببینید. این قدر باید نازک باشه. و در این مرحله مامان رو با چاقو میگیره برش میزنه اندازه‌ای که میخواد باشه. نوارای باریک فعلا برش میزنه و بعد تقسیم بندی کنیم. خب در این مرحله هم که نوارا رو روی همدیگه گذاشتیم، 3 تا نوار رو روی همدیگه و یک جایی برش میزنیم. اندازه‌ش هم باز بستگی در خودتان داره. بعضی دوست دارن که بزرگایشان کوچکتر بشه، بعضی هم دوست دارن که بزرگتر بشه. اگه شما بزرگتر دوست داشتید بزرگتر برش بزنید. باز ما کلی مرحله را دوربین میارم جلو که شما خوب واضح ببینید که چیکار انجام دادیم. یا نگاه کنید ما نوارا را باریک برش زدیم، بالا روی همدیگه قرار میدیم و بعد برش میزنیم در اندازه دلخواه. ضخامت خمیر این قسم بساشد. ضخامت خمیر باید این قدر باشه، اینجوری بهتر معلومه. ببینید برای اینکه وقتی خواستیم شکل بگیره این اندازه خوبه. اگه خیلی نازک باشه شکل نمیگیره. تا وقتی که ما دزو خمیرایی که برش زدیم شکل بدیم، روی از این زلال را با پارچه میپوشانیم که خشک نشونن. شما خمیرا رو میتونید روی هر چیز طرحداری که برجسته باشه بذارید و فشار بدید. ما از این نصب دهنده استفاده کردیم. شما میتونید از این تیغه رنده استفاده کنید یا هر چیز دیگه. بعضی ها از صافی یا آبکش استفاده مونن. شما هر طرحی که خواستید میتونید رویش بندازید با هر وسیله‌ای که دوست دارید. بعضی ها حتی روی رنده هم طرح میندازن. خب ما برای اینکه بسراغا را دو طرفش به هم دیگه بچسبانیم یک کم آب میزنیم که خوب خمیر به هم دیگه بچسبه. شکل نهایی که میخوایم بسراغایمون داشته باشه این شکلیه، مثل پروانه شده. آب خیلی زیاد هم نزنید، در حدی که کمی لبه خمیر خیس بشه دیگه. ولی اگر که آب نزنید به هیچ وجه خمیر نمیچسبه. شاید وقتی سرخ کردن چی میشه؟ جدا میشه هم. آره شاید الان بچسبه ولی وقتی که سرخ مونید اونایی که آب نداره از هم جدا میشه. برای آشک و اینام که ما جور مونیم حتما یک لبه خمیر را آب میزنیم که وقتی پختش از هم جدا نشه. اما کمک مامان. خب
مامان درزی بسراغا طرح میدم، ما هم میگیرم لبه هایش در هم دیگه میچسبونم. ما دیگه دستکش دست نکردم چون دوست نداشتم، ولی دستای خود شستم. در خانه که هیچ کس دستکش دست نمونه دیگه. حالا مامان من دست مونه چون که توی پیج چند نفر گیر دادن گفتن تو که میخوای آموزش بذاری چرا دستکش دست نمونی و نه. ما روی یک سینی بزرگ یک دستمال تمیز پهن کردیم و بعد بسراغا را رویش میچینیم. ما خمیرا را برای استراحت نذاشتیم که استراحت کنه، چون همین موقعی که داریم جر مونیم این بسراغا تا زمانی که سرخ میشه خیلی زمان زیادی میبره، خودش استراحت مونه دیگه، نیازی نیست خمیر قبل از شکل دادن استراحت کنه. در این مرحله ما بسراغا را آماده کردیم، این قدر شد زیاده و اینجی هم ما روغن را گذاشتیم که داغ بشه و بعدش بسراغا را داخلش سرخ کنیم. ما روغن زیاد گذاشتیم که بسراغا رو که داخلش میریزیم داخلش قوطه‌ور بشه، یعنی کم نباشه. اگر کم باشه یا سوخته میشه یا خراب میشه دیگه، او رقم که میخواید در نمیاد. اگر که بسراغای شما آردی شد آردش حتما بگیرید، چون وقتی سرخ کنید و آردا میسوزه و سیاه میشه. حتما بذارید روغنتون داغ بشه. باز ما از اینجا فیلم میگیرم که شما واضح تر ببینید. وقتی بسراغا را داخل روغن میذاریم که سرخ بشه همهشون پف مونه، ببینید 2 برابر میشه. زیاد هر دفعه نندازین چون تعداد زیاد باشه خوب پخته نمیشه، همین قدر کافیه. ببینید دوستان، ما که از آرد سفید استفاده کردیم رنگ بسراغای ما خوب سفید آمده. اگر از آرد سیاه استفاده میکردیم سیاه میشد، این رقم بهتره. باز اشکالی نداره اگر شما خواستید از آرد سیاه استفاده کنیم، از آرد نانوایی استفاده کنید. اگر خواستید که از آرد نانوایی استفاده کنید از آرد نانوایی بربری استفاده کنید که در ایرانه، حالا در افغانستان و کشورهای دیگه نمیدنم سبوس داره یا نداره، چجوریه نمیدنم. آرد نانوایی بربری سبوس داره یا نداره، حالا نگاه کنم بعدش در شما میگم که چجوریه. اگر که روغن شما داغ نباشه وقتی بسراغا رو میریزید اینا پف نمونه. ببینید الان ما روغن ما خیلی خوب داغ بودی، بسراغا خوب پف کرد. سریع پخته میشه چون که خود خمیرا نازک بودن. ما قدنزی وسیله بسراغا رو در میاریم، خیلی خوبه که هم روغن اضافیش گرفته میشه، هم بزرگه که چند تا میتونیم در بیاریم. این هم باز بسراغایمون که در پخته میشه. خیلی دیگه نذارید زیاد طلایی بشه، تا یه حدی کافیه. دیگه بسراغا پخته شد، ما اینا در میاریم. ببینید همین قدر رنگش باشه دیگه کافیه، زیادتر از این نذارید که سرخ بشه. این وسیله هم خود دیدید چقدر راحت همه بسراغا رو یک جای برمونه. این مرحله اول. حالا وقتی که همه اینا رو پخته کردیم ما باز برای شما فیلم میذارم که ببینید. خب دوستان، این هم از بسراغای خوشمزه ما که آماده شد. با 11 لیوان آرد اینقدر بسراغ میتونید درست کنید. ما یه فردا ما بریم در سفره صلوات، حتما عکسش هم میذارم که ببینید. اگر این آموزش را دوست داشتید حتما از رویش درست کنید و اگر درست کردید عکسش برای ما بفرستید. و برای این که خستگیمون در بره حتما این ویدیو را لایک کنید و کامنت بذارید. خیلی ممنون. تا آموزش بعدی، خداحافظ. اگر هنوز کانال ما را سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. داخل کانال ما پر از آموزش غذاهای افغانستانیه. خوشحال میشم که همراه کانال از ما باشید. اگر هم اینستاگرام دارید حتما ما را فالو کنید و از ما حمایت کنید.